سلام رفقا، من سروشم از پیج سروش پیکسارت. خیلی خوش اومدین به اولین جلسه از آموزش 0 تا 100 پیکسارت. برای کار با اپلیکیشن قدرتمند پیکسارت و شروع طراحی یا ادیت عکس، اولین مرحله باز کردن یک سند یا صفحه جدیده که ما به 3 روش میتونیم صفحه جدید باز کنیم. میتونیم یه بک‌گراند رنگی باز کنیم، یه صفحه بیرنگ و توخالی باز کنیم یا یک عکس از گالریمون انتخاب کنیم. برای باز کردن بک‌گراند رنگی کافیه روی به علاوه پایین صفحه کلیک کنیم، صفحه رو کمی بالا بکشیم و به بخش ترندینگ بک‌گراندز برسیم. سمت راست این بخش روی گزینه سیال کلیک میکنیم و بی نهایت بک‌گراند جذاب واسمون نمایش داده میشه. اولین ردیف بک‌گراندهای تک رنگ هستن که میتونیم در اینجا کلیک کنیم و رنگ که واسه پس زمینه میخوایم انتخاب کنیم. بعد تیک بالای صفحه رو میزنیم تا این بک‌گراند برامون باز بشه. حالا برمیگردیم و ردیف‌های دیگر رو هم مرور میکنیم. همونطور که میبینید کلی بک‌گراند زیبا و کاربردی به صورت رایگان در اختیارمون قرار داره که هر کدوم رو بخوایم میتونیم انتخاب کنیم. خب اگه با این بخش آشنا شدید، بریم سراغ باز کردن یه صفحه و بک‌گراند بیرنگ. اما اگه الان وقت نداری ادامه آموزش رو ببینی، این پست رو سیو کن تا گمش نکنی و پیجمو فالو کن تا جلسات بعدی رو از دست ندی. خب برای باز کردن صفحه بیرنگ وقتی روی به علاوه کلیک میکنیم، پایین صفحه سمت چپ یه گزینه هست به اسم بلنک که صفحه بیرنگ و توخالیه و وقتی روش کلیک کنیم این صفحه شطرنجی باز میشه. کاربردش هم خیلی زیاده که میتونی یکی از کاربردهاشو توی پست آموزش ساخت اینفوگرافی برای استوری یاد بگیری. و اما آخرین مورد وارد کردن عکس از گالریمون هستش. وقتی روی به علاوه کلیک کنیم چند عکس آخر گالریمون دیده میشه. اگه روی سیال کلیک کنیم عکس‌های بیشتری نمایش داده میشه. اما اگه بخوایم وارد پوشه خاصی بشیم و یک عکس قدیمی‌تر رو وارد کنیم، روی گزینه ریسنت بالای صفحه کلیک میکنیم و وارد پوشه مد نظر اون میشیم. عکسمون رو انتخاب میکنیم و ادیت یا طراحیمون رو شروع میکنیم. خب این اولین جلسه از آموزش رایگان 0 تا 100 پیکسارت بود که در اینجا به پایان رسید. امیدوارم از این آموزش استفاده کافی رو برده باشید و از من حمایت کنید برای ادامه این آموزش ها.